برخی از مردم تصور میکنن که بدون سلاح جهاد نمیشه. برای که توانسته باشن این کار خود را توجیه کنند که ما باید در دست آوردن سلاح هر دری را قربان کنیم. به هر طرفی هم دست نیازمندی دراز کنیم و این جواز برای جایز است. نه تنها جایز است بلکه گویا این مسئولیت شرعی و دینی است. میگویم بدون سلاح جواب نمیشه و میگویم گویا خداوند ما را مأمور کرده که هر ترتیبی ممکن است علیه دشمن قوت زیاد تعبیه کنیم. بعد میروند به امریکا پناه میبرند، از امریکا استمداد میگیرند و کوشش میکنند در از این مبررات هم ارائه کنند، ولی متوجه نیستم که خداوند ما را مکلف ساخته که فقط به اندازه توان و طاقت خود علیه دشمن وسایل تعبیه کنیم. و اعدوا لهم ما استطعتم، علیه دشمن قوی را فراهم کنید که شما خود توانی را دارید. من به این مکلف نیستم که در برابر توپ دشمن توپ داشته باشم. من مکلف نیستم که در برابر هلیکوپترهای گنشفت دشمن خواهی نخواهی هلیکوپترهای گنشفت تهیه کنم و اگر به قیمت تزلل در برابر دشمن هم باشم و اگر به قیمت تسلیم شدن هم در برابر دشمن دیگری باشم، باید وسایل برابر و متوازن با دشمن تهیه کنم. هرگز نه برادرم، اگر تو قادری با سنگ دشمن را بکوبی مکلفیت تباه شد. اگر تو سنگ در اختیار داری و به سوی دشمن پرتاب کنی، از این بیشتر توان و طاقت نداری، مسئولیت ادا شده. و خداوند در یک سنگی که به سوی دشمن پرتاب میکنی اثری را مرتب خواهد کرد که به سطح توپ و تانکی که از دشمن دیگری با تزلل با عریت میگیری و دست میآوری، یه اثر مرتب نخواهد. خداوند با توجه به اخلاص تو با تو معامله میکنه، نه با توجه به وسایل. مگر پیامبر علیه السلام از کجا سلاح فرستاد؟ مگر پیامبر علیه السلام در برابر روم از فارس استمداد شد؟ مگر پیامبر علیه السلام در جنگ علیه فارس به روم تسلیم شد؟ از روم استمداد جست؟ در جنگ بدر کافری نزد پیامبر علیه السلام میآید و میگوید که در جنگ شرکت میکنم. میفرماید ایمان آوردی؟ میگوید نه. و برگرد که ما از مشرک استعانت میکنیم. مکرر آمد، جواب رد داد. بار سوم آمد که من به خدا و پیامبرش ایمان دارم، بعد اجازه داد. در جنگ بدر که تعداد مسلمانان کم و اولین معرکه با کسانی می جنگند که قرنها را بر عرب حکومت کردند، ولی او حاضر نیست که از مشرک استعانت بشه. جواب رد میگه فرجی فلان استعینوا بمشرک، برگرد که ما از مشرک استعانت نمی‌کنیم. ولی دوستان ما میخواهند یا توجیه کنند که گویا خواستن کمک از دیگری لازم است، بخاطر اینکه بدون سلاح جنگ نمیشه. مگر ما جنگ را بدون سلاح دیگران آغاز نکردیم؟ مگر در بدخشان جنگ را با کدام سلاح آغاز کردیم؟ آیا همه سلاحایتان از دشمن در میدان جنگ و غنیمت نگرفتیم؟ روزی که ترکی نارین تسلیم میشد 7,000 میل سلاح با خود آورد. در همه افغانستان حتی یک راکت لانچر هم نباشد. روزی که غند اسمار تسلیم میشد 30,000 قطعه سلاح با خود آورد. 2 هلیکوپتر، تعداد زیادی از تانک، 80 میل راکت، 33 میل زیرگویک و میلیون ها مرمی. ما در همه افغانستان حتی یک راکت هم نداشتیم. دیدی که خداوند مشکلت را در میدان جنگ حل میکرد. پیامبر علیه السلام میفرماید که با 30 کس خداوند تعاون را به ذمه خود گرفتند. با 30 کس، یکی از اون 30 کس مجاهدی است که در راه خدا حرکت میکند و در راه خدا به جهاد می‌پردازد. خداوند را به ذمه خود گرفته که مشکلش رو خود حل میکند. اگر میخواهی خداوند
کفیل و وکیل تو باشد، ولی و نصیر تو باشد، و او خود ذمه‌وار حل مشکلاتت باشد. خدا را برای خود کافی بشمار. باید به این متوجه باشی که اگر جز خدا و دیگری پناه بردی، با دشمن خدا و دینش و پیامبرش و با دشمن مسلمانان پناه جستی، در اون صورت از طریق خداوندی محروم میشه. قرآن چی خوب میفرماید؟ مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا یعلمون. مثال کسانی که جز خدا را اولیای خود گرفتن، با کسی جز خدا موالات میکنن، با اون پناه میبرد و از او استمداد میگیرد. چون عنکبوت است، عنکبوت حقیر و ضعیف، خود را حقیر ساخت بخاطر اینکه به چیزی ضعیفی اعتماد کرد و تکیه کرد. کمثل العنکبوت، چون عنکبوتی اتخذت بیتا، خانه برای خود ساخت، خانه برای حمایت خود گرفت، برای اینکه در او حمایت شود، در او از خود دفاع کند، ضرری به او نرسد. اتخذت بیتا، خانه برای خود گرفت. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و یقینا که سسترین خانه خانه عنکبوت. هر که جز خدا به درگاه دیگری پناه برد و به سوی او دست نیازمندی دراز کرد، او را به عنوان ولی و سرپرست و وسیع خود گرفت، ضعیف شد چون حشره حقیر، چون عنکبوت. خانه هم که به او پناه برده سخت سست است. و معنای آیه قرآن عظیم شأن همیست: ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب از او ضعیف شد. هر که جز خدا را با کمک خواست و خود ضعیف شد، و او هم که با کمک خواسته ضعیف است. برادران، این حرفای کسانی است که از خدا مایوس است. این سخن کسی است که از جهاد مایوس است. این حرف کسی است که میخواد مسئلهش را دیگران حل کنه، ولی صورت خداوندی چنین نیست. در نتیجه مذاکرات بین گورباچوف و ریگان قضیه افغانستان حل شد. او میخواد در نتیجه مذاکرات ژنو مسئله او حل شد. با قربانی ما چیزی دیگری قادر نمیشود که مشکل افغانستان حل کنه. نعره تکبیر! نعره تکبیر! باید صبر داشته باشیم، از خدا ناامید نشویم، خدا را برای خود کافی بشماریم، مطمئن باشیم که خداوند مسائل ما را ضایع نمی‌کند، قربانی‌های ما به هدر نمی‌رود، خونهایی که در راه خدا ریخته شده ضایع نمی‌شود. خداوند شکور است و پاداش کسی را هم در دنیا و آخرت ضایع نمی‌کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یقینا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، یقینا که خداوند پاداش افراد مؤمن را ضایع نمی‌کند. چطور ممکن است که قطرات خون تو در راه خدا ضایع شود؟ چطور ممکن است این فریادها، این دعاها، این اشکها، این قطرات خون، این شهادتها، این هجرتها، این صبرها، محرومیتها، گرسنگیها اینا ضایع شود؟ ممکن نیست. باید به خدا امید داشته باشیم و مطمئن باشیم که بالاخره نتایج قربانی‌های ما تحقق خواهد یافت. در نتیجه جهاد پیروزی نهایی را کسب خواهیم کرد. برای خدا سهل است که جنگ را به نفع اسلام خاتمه ببخشد. هرگاه ما شایسته شدیم که حکومت اسلامی را در افغانستان بسازیم، برای خدا خیلی سهل و بسیط است که ما را پیروز بسازد. خداوند بر کار خود غالب است و ما ذلک علی الله بعزیز. بر خدا این کار دشوار نیست. قدرت‌های بزرگی چون روس را بارها در تاریخ سرنگون کرد. تاریخ شاهد است. قرآن می‌فرماید به تاریخ رجوع کنید، ببینید که
انجام ستمگران چگونه بود؟ انجام بدکاران چگونه بود؟ آیا خانه های بیران ایشان به شهادت نمیدهد که انجام ظلم وخیم است؟ قرآن می‌فرماید این کافی است در ما. کجاست اون امپراتوری بزرگ انگلیس که آفتاب در او غروب نمی‌کرد؟ خداوند اون امپراتوری بزرگ را در افغانستان با شکست رو برساند و امروز پس از چند سال پس از چند دهه‌ای حال اون امپراتوری بزرگ به این مرحله رسیده است که میگویند در اونجا آفتاب طلوع نمی‌کند، دیروز آفتاب غروب نمی‌کرد و امروز بعد کوچک شده که آفتاب در اونجا طلوع نمی‌کند. امروز به جزیره کوچک انگلند خلاصه شد و در اونجا مشکلی برای تجزیه راه آیرلند میخواد که از انگلستان جدا شد، تا هند، تا کشورهای افریقایی، تا قسمتی اعظمی اروپا همه را زیر تسلط خود داشت. ولی امروز می‌بینیم که در کشور کوچکی تبدیل شد، چند دهه نمی‌گذرد، هنوز یک قرن پوره نشد. خداوند تو قدرت‌های بزرگی را از بین برده و ما باور داریم که انشاءالله شکست روز هم از افغانستان آغاز خواهد شد. چنانچه انگلیس‌ها، چنانچه چنگیز، چنانچه تیمور، مغول در افغانستان با شکست روبرو شد، انشاءالله انجام روز هم در افغانستان چون رفاقای ثابت شد. و در اخیر آیه خداوند در شان دو گروه دیگری را بیان می‌کند، اونایی که با مهاجر پناه دارند. مهاجری به سوی کشورش پناه آورده و او در آغوش باز پذیرفته است. خودش قبلا هجرت کرده، مهاجری تازه واردی به سویش میاد دلتنگ نمیشه و در آغوش خود میپذیرد و مهاجر پناه میده. و کسی که با مجاهد یاری میکنه، این دو گروه دیگر است. بین انصار و بین کسانی که با مهاجر پناه داده فرق است. انصار اونیست که فقط مهاجر را پذیرفته است، بلکه انصار کسی که در پهلوی مجاهد قرار گرفتند، او را در جهاد یاری کرد. این دو گروه دیگری هم در پهلوی مهاجر و مجاهد پناه دهنده به مهاجر، یعنی دهنده مجاهد، اینا کسانی هم که مؤمن حقیقی هم. گویا مؤمن واقعی کسی که دارای چند صفت باشد. خارج از این چهار طبقه نمیتوان مؤمن واقعی را سراغ کرد. و خداوند به اینا وعده فرموده که از گناهانشان میگذرد و ایشان میامرزد و رزق کریم به ایشان عنایت میکند. متوجه باش، بعدی خداوند است با مهاجر، با مجاهد، با پناه دهنده مهاجر و با یاری دهنده مجاهد که خداوند به او رزق گرامی عنایت میکند. باید برادر پاکستانی مواظبین نداشته باشد که اگر تعداد مهاجرین زیاد شد ممکن است مشکلات اقتصادی به او خلق شد. مگر خب وعده خداوندی باور نداریم، ولی انصار مهاجر وعده رزق گرامی خلق شد. باید مهاجر از رزق خود تشویش نداشته باشه، خداوند ضامن رزق او می‌باشد. مجاهد خفتن از سنگرها از این آیه بیم نداشته باشد که ممکن است روسا حالت قحطی را ایجاد کند و مشکل اقتصادی رو حل نشد. خداوند ضامن نیست. درست است که ابتلاعات پیش می‌آید، خداوند می‌آزماید تا ببیند صبر و شکیبایی تو با کدام پیمان است. ببیند تسلیم می‌شوید و یا پادشاهی می‌کنید، اصرار می‌ورزید و از ایمان پاسداری می‌کنید، با دشمن تسلیم نمی‌شوید، احساس ضعف و ناتوانی نمی‌کنید، مایوس و ناامید نمی‌شوید. ورنه خداوند ضامن رزق رو می‌شود. خداوند از طریق حلال به تو رزق می‌ده و اینو به زمین خود گرفته. و خدایی که با تو قبل از اینکه به دنیا بیایی